تا به حال به این فکر کردید که چرا آسمان آبی است؟ در ابتدا ممکن است یک سوال ساده به نظر برسد، اما پاسخ آن دنیایی از علم و شگفتی است. بیایید راز را با هم بررسی کنیم. اینجا زمانی برای دانستن و در اینجا ما شگفتی‌های جهان خود را از سوالات اساسی گرفته تا ایده‌های علمی پیچیده کشف می‌کنیم. اگر به یادگیری علاقه دارید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله اعلام را بزنید تا هرگز ویدیو را از دست ندید. حالا به موضوع خودمان برمیگردیم. پس چرا آسمان آبی است؟ نور خورشید سفید به نظر می رسد، اما در واقع از تمام رنگ‌های رنگین کمان تشکیل شده است: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش. هنگامی که نور خورشید به زمین می رسد، از جو عبور می کند و در آنجا با مولکول‌های ریز هوا برخورد می کند. این برخوردها باعث پراکندگی نور می شود. با این حال همه رنگ‌ها به یک اندازه پراکنده نمی شوند. نور آبی با طول موج کوتاه‌تر خود بیشتر از بقیه پراکنده می شود، پدیده‌ای که به پراکندگی ریلی معروف است. اما چرا آسمان بنفش نیست؟ زیرا نور بنفش طول موج کوتاه‌تری دارد. پاسخ این است که چشمان ما به نور آبی حساس‌تر از بنفش هستند. همچنین مقدار نور بنفش توسط جو فوقانی جذب می شود و رنگ آبی را به عنوان رنگ غالبی که می بینی باقی می گذارد. اما آسمان همیشه آبی نیست، درست است؟ هنگام طلوع یا غروب خورشید آسمان اغلب قرمز، نارنجی یا صورتی به نظر می رسد. این امر به این دلیل اتفاق می افتد که نور خورشید در این مواقع باید بیشتر از جو عبور کند و باعث می شود نور آبی و بنفش کاملا از دید پراکنده شود و تنها رنگ های گرمتر به چشم ما برسد. این همان چیزی است که طلوع و غروب خورشید را بسیار رنگارنگ می کند. گاهی آسمان رنگ‌های غیرعادی به خود می‌گیرد. در طوفان‌های گرد و غبار ممکن است زرد یا قهوه‌ای به نظر برسد. در مناطق قطبی، شفق قطبی می‌تواند آسمان را در سایه‌های سبز، قرمز و بنفش به دلیل تعامل ذرات خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین رنگ‌آمیزی کند. این پدیده‌ها نشان می‌دهند که آسمان ما چقدر می‌تواند متنوع و شگفت انگیز باشد. اما آیا آسمان فقط روی زمین آبی است؟ پاسخ منفی است. در سیارات دیگر آسمان‌ها به دلیل جو منحصر به فرد خود می‌توانند رنگ‌های متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال آسمان مریخ به دلیل دی اکسید کربن و غبار قرمز یا صورتی به نظر می‌رسد. در اورانوس و نپتون آسمان به دلیل متان آبی مایل به سبز به نظر می‌رسد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که چگونه هر سیاره بر اساس جو و شرایط خاص خود رنگ آسمان خود را دارد. حالا که می‌دانیم چرا آسمان آبی است، می‌توانیم با دیدگاهی تازه به دنیای زیبای اطرافمان نگاه کنیم. دانستن اینکه هر پدیده و هر رنگی دلیل علمی دارد باعث می شود تا بیشتر به پیرامون خود توجه کنیم. اگر سوالات دیگری دارید که دوست دارید پاسخشان را بدانید، حتما در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید. ما با کمال میل به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. لطفاً نرود که کانال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. تا ویدیو بعدی یادتان باشد که همیشه وقت برای دانستن هست.